هومن از مسئولان ارشد برنامه‌های امنیتی در مرز ایالات متحده آمریکا و مسئول درجه یک اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که آن عده شهروندان افغانستان که به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شده قانون را نقض کرده و باید از خاک ایالات متحده آمریکا بیرون شوند. آقای هومن همینطور اشاره کرد که در میان شهروندان افغانستان که به ایالات متحده آمریکا آمده آدم‌های مختلفی وجود دارد. تعداد از آنها قانونی آمدند و مستحق هستند که در آمریکا باشند. بخشی از آنها با آمریکایی‌ها در سال‌های گذشته در داخل افغانستان کار کرده، اما عده‌ای هم از افغانستان به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شده که در چارچوب برنامه‌های مهاجرتی آمریکا باید مطابق قانون از این کشور اخراج شوند. آقای هومن همینطور اشاره کرد که به هیچ صورتی ماموران مرزی آمریکا و ماموران مهاجرتی آمریکا که اینجا به نام آیس شناخته میشه در واقع همه را از یک چشم نمیبینه. اگر کسی جرم مرتکب شده اون را به بقیه مهاجران افغانستان تعمیم نمیده و تمام پرونده های کسانی که مطابق به قانون از آمریکا باید اخراج شوند به صورت فردی و مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در این حال آقای هومن این نگرانی را هم مطرح کرد در گفتگویی که روز دوشنبه با افغانستان اینترنشنال داشتیم که عده‌ای از این فضا استفاده کرده و کسانی که بک‌گراند پاک ندارند مشکوک هستند و احتمالاً با گروه‌های تروریستی و گروه‌های ضد منافع ملی آمریکا همکاری داشته اونها هم وارد خاک آمریکا شدند و گفتند بررسی‌ها در این زمینه با شدت خود ادامه داره و کسانی که خطری برای امنیت ملی آمریکا شمرده میشه به گفته آقای هومن از آمریکا اخراج خواهند شد.